اگه یه روز بفهمی کل زندگیت یه سریال تلویزیونیه چیکار میکنی؟ Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. این دقیقاً ایده دیوانه‌وار فیلم د ترومن شو محصول سال 1998. داستان در مورد مردیه به نام ترومن که فکر میکنه یه زندگی کاملا عادی داره، ولی کم کم متوجه میشه که هیچ چیز زندگیش عادی نیست و کل دنیا دارن لحظه به لحظه زندگیشو بهش تحمیل میکنن. جیم کری توی این فیلم یکی از متفاوت‌ترین نقش‌های دوران حرفه‌ایش رو ارائه کرده. دیگه خبری از اون طنز همیشگی نیست، بیشتر با یه داستان روانشناختی تأمل برانگیز روبرویم. آجی نکته جالب میدونی چیه؟ 25 سال از تولید این فیلم گذشته و این روزا با اینستاگرام و شبکه‌های مجازی و اینا داریم میبینیم که این موضوع فیلم چقدر واقعی شده. یعنی مرز بین دنیای واقعی و اون رسانه و اون دیده شدنه و اینا چقدر محو و کم رنگ شده. اگه هنوز ترومن شو رو ندیدی، بدون با فیلمی طرفی که قراره تا مدت‌ها ذهنتو درگیر خودش نگه داره و این سوالو تو ذهنت به وجود بیاره که